ای پیک از خورشید رسته، سلام ای آمدنهایت خجسته. آمدن همه شما بر این برنامه خجسته باد. قدمتان نوری دیده، قدم های از دور رسیده از نزدیک رسیده. همه شما را خوش آمدید میگویم بر برنامه پرنده های مهاجر. و چنانه در برنامه پیشین گفته بودیم، این برنامه را موضوع وقت زن مهاجر می شود. الکی شاید آمادگی هم دیده باشند نفرانی که موضوع را درک کرده بودند در برنامه پیشین و نیت کرده بودند که در این برنامه اشتراک میکنند. خب وقت زن مهاجر می شود. اگر از لحاظ حقوق نگاه کنیم، برابری گندری را به نظر گیریم، فرق ندارد زن مهاجر می شود یا مرد مهاجر می شود. معذرت میخوام، اما اگر از نظر عقیده، اگر از نظر انسانیگری، اگر از روی انصاف دیانت نگاه کنیم، زن است، مادر است. زن یک آلهه مهر و محبت و یک ترنمگر این همه احساس های زیبا در خاندان است و از نظرهای زیاد انا همین موضوع را دیده میبرایم در همین برنامه. من البته که با شما هر کس نقطه نظری خود را میگوید. واقعا امروز روز کودکان است. دعایی که بود که پیران روزگار در سر دسترخوان میکردند و میگفتند قبل از آمین کردن از تنور به کلچه، از جامه شویی به کرتچه خدا نگه دارد. اگر عادی کرده گویم از خانه به بچه را در نظر دارند. امروز روز بین المللی محافظت کودکان است. 1 ایون در سراسر دنیا، خصوص در باغچه های کودکانه که کودکان تا سن مکتبی آنجا تحصیل میکنند، تربیه میگیرند، یعنی تحصیل هم میکنند، امروز عید دارند. متاسفانه نه همه کودکان میسر به این روز همچون عید پیشواز گرفتن هستند، چون که کودکان در تاجیکستان پدر ندارند، پدرشان در هجرت هستند و کرونا بهانه شد و سالیان زیاد باز در هجران پدر آب دیده میریزند یا مادر دنهای عیدها را عیدگونه پیشواز گرفته و قید کردن نمیتواند. یا باز هم دردناکتر حالت کودکانی است که مادرشان در مهاجرت هستند و احیان وامی خورد که کودکان را بر پدر گذاشتند. اگر پدرشان از روسیه دیپارتاسیا میگویند که به زبان روسیه از روسیه رفته است برای مدت 5 سال، یا خود کودکان را بر بیبیشان میگذارند و خودشان عازم روسیه میشوند، عازم سفر بر روسیه. افسوس که هستند خواهرکانی که فرزندانشان را هستند، مادرانی که فرزندانشان را بر مادر خود، بر بیبی مادری گذاشته رفتند، چون که آنها شوهر هم ندارند، یا جدا شدند یا دیگر حاجت زیستن با او نماند. و این همه تأسف، این همه افسوس ها هستند، کم نیستند. وقتی زن مهاجر می شود، زندگی دلگیر می شود، حیات تاریک می شود. خانه که در آن مادر نیست، روز باشد هم تاریک بر این می شود. خانه که مادر نیست، سر دسترخوان نشستن و طعام های لذیذ را هم تناول کردن دشوار می شود، چون که بودن مادر دیگر چیز است. نانی قاق آب خنک باشد و مادر شکند گذارد دیگر خیل است. کودک ارکگی هایی که بر مادرش می کند بر یگان نفر دیگر کرده نمی تواند. محبتی که از مادرش می گیرد از یگان نفر دیگر برخوردار شدن نمی تواند. مادر دیگرگون است. حتی سرزنش مادر هم گاهها برابر نوازش اطرافیان است، زیرا مادر هر قدر سرزنش می کند، گاهش هم می کند، اما کودک باز هم همان مادرش را می گوید. وقت زن مهاجر می شود، همین نوازش هم باشد، سرزنش هم باشد، دیگر و دیگر با خاطر تربیت، این همه گم می شود. کودک دل شکسته کلان می شود.
آن که درک میکند که دیگر علاجش نماند و مادر مهاجر شد، فرزندش خوریش میخواهد، پوشش میخواهد، خانهش میخواهد، لباس مکتب، اشیای مکتب، انجام مکتب و مادر مجبور میشود رو به مهاجرت میارد. هستند نفرانی که حتی از حالت او درست درک کرده هم نمیتوانند. با زبانی دراز اگر خوب می بود بر هجرت نمی رفت، میگویند خوب می بود پهلوی شوهر می نشست یا کم و بیش شوهر تاب می آورد. هست حالت دیگر هم. چرا زن مهاجر می شود؟ خب بعضی سبب های هستند. مثلا امروز زنها از زنهای 100 سال قبل، 200 سال قبل، لااقل 50 سال قبل خیلی فرق میکنند. همگی 50 سال قبل خیلی فرق میکنند در باب قناعت. روز هم گذرد کفایه، انا همین جمله کهنه شده. کم هستند زنهایی که در باب قناعت استوارند، چون که وقتی مادر خودش میتواند قناعت کند، اما وقت فرزندش از مکتب با پای افسال دریده می آید یا فرزند از مکتب می آید میگوید من چند سال دیگر پشتم این بارخلطه، یعنی همان سومکه پاپکه میگویند یا اینکه پارتفیل، تا چند سال دیگر میگیرم. همسنفانم نو خریدن میگوید. یا اینکه لباس ورزشی ندارد، پای افزال ورزشی ندارد. وقتی فرزند می آید به مادرش نشان میدهد، میگوید همه همسنفانم به خانهشان یک باری دعوت کردن، من دعوت نکردم، ما چرا امکان نداریم؟ مادر دیگر تحمل این همه حالت ها را ندارد. قدرت زبانش هم نمیرسد، قدرت فهمیشش هم نمیرسد که با کودک فهماند که این روزها هم میگذرند. کودک زیرا نمیفهمد که امروز اگر قند نخورد بعد هفته دیگر مادر مهیا میکند. هست حالتی که مهیا کردن دیگر به عباره خلق گویم در نال زاغ است، نمیتواند مهیا کرده تا روی بر هجرت نورد. کارخانه نیست در وطن. بسیاری ها کوتاه‌تر میاندیشند، میگویند در وطن میتواند دوزندگی کند، میتواند بافندگی کند. خوب بافندگی این یک کار موسمی است، زیرا اشیای بافته در زمستان می رود فقط. اما دوزندگی اگر همه دوزنده شود دیگر کسی نیاز بر دوزنده نخواهد داشت. به همین خاطر هم واقعا نفرانی که کار دارند باز هم بر مهاجرت می روند. کم نیستند در هجرت معلمه ها، کم نیستند دختر زن ها، همشیره های شفقت که در هوای سرد در دست لطه های تر خنک آینه پاک می کنند. اینها هم کم نیستند. میشنویم و بسیار میبینیم هم. امروز به برنامه ما یک خواهر نوار هم فرستادن، از مهاجرت همراه فرزندانشان رفتن. در هفته برنامه برایتان البته نمایش میدهیم. امروز که روز کودکان است، اولا همه کودکان را، همه شما را و مادر جان ها را در سیمای شما، همون کودکچه هایی که در بغل دارید، در پیش و کنار دارید، پیش و بر دارید، این همه اینها را با روز عیدشان تبریک میکنم. مبارکشان باشد. هر جا دسترخوان باشد، نان باشد، کلچه باشد، هر جا آچه جان باشد در نزدش بچه باشد، قابلکی آرامک در پیش آچه باشد، یا که دایم در کوچه شوخ بلاچه باشد، سفیدک باشد، سبزی نباشد باشد، سیاهک باشد، هر چی که باشد برای مادر جان بودنش غنیمت است، بودنش یک ثروت است، دولت است. فربهکش را چشمی بد نرسد، لاغرکش را رشته شود اما کنده نشود. میگویم عمرشان دراز باشد. روزی کودکان مبارک باشد. یک شعر که آماده کردیم دایره موضوع امروز و همین شعر اگر به زبان روسی گویم ویدیو مونتاژ، یعنی که با نوار تهیه کردیم با آن خاطر که کمی تاثیر گذارتر شود. شعر را بر نظر شما، بر تماشای شما حواله میکنیم. بعداً برمیگردیم با برنامه و زنگای شما را هم البته که در این باب قبول میکنیم. مرحمت. شعر.
وقت زن مهاجر می شود. کودن شه غول وزیر می شود. نا ارزنده کبیر می شود. حال جاده جزیر می شود. آنگه زن مهاجر می شود. نور خانه تیره می گردد. چشم ناموز خیره می گردد. جمعیت صغیره می گردد وقتا زن مهاجر می شود. ورد زبان بیدهنها کوتاه اندیشه بد سخنها نام بلندش زیر می شود وقتا زن مهاجر می شود. شهر عروس ملک خیشش نه، کار می خواهد در پیشش نه. به خوفی خواتیر می شود وقتا زن مهاجر می شود. تأمین خاندانش نیت، جوانیش حیف وضعیت. حیات برمحل پیر می شود وقتا زن مهاجر می شود. فرزندانش پدر می گویند، آزوقه لباس خر می گویند. طاقت از جانش سیر می شود وقتا زن مهاجر می شود. دلهای پردرد بی مادر در خانه سرد بی مادر تبسم ناگزیر می شود وقتا زن مهاجر می شود. آش پلو است یا که جزه، مادر که نباشد بی مزه. اشتها هم دلگیر می شود وقتا زن مهاجر می شود. درد و غم پر شده تا گلو، کی معذرت می پرسید از او. می بخشد اما دیر می شود وقتا زن مهاجر می شود. بله می بخشد اما دیر می شود. اما عمرش خزان می شود. اما پیر می شود. جوانیش در پی دریافت رزق و روزی فرزندکانش خزان می شود. عمر دوباره را کسی دیگر نمی بیند، چون که دنیا امکانیت یک بار زندگی کردن دارد. انا همین طور افسوس که دیر می شود. در بودنشان برای سلامتی اینها، برای سالمی خانواده باید کاری کنیم که همین جنس لطیف، همین زن، مادر از پی تربیت فرزندان باشد و کار در وطن عزیز خودمان یافته باشد. اکنون عامل‌های اساسی روی بر مهاجرت آوردن بانوان چیست؟ سبب‌های اساسی چیست؟ چرا مهاجر میشوند بانوان؟ هستند بانوانی که روز تقلید هستند. گاها اگر دغل‌تر کرده گوییم فریفته فرهنگ روز هستند. میخواهند فرزندانشان روسی آموزد، میخواهند خودشان هم رفته روسی آموزند و با روسی حرف زنند، گویا زبان روسی زبانی باشد که با آن حرف زدن معنویات و مدنیت و فرهنگ تو را بالا نشان میدهد. در همانجا تعلیم گرفتن فرزندان را خواسته روی بر مهاجرت میارند و قسمت دیگر خویش و تبارانشان توجه ظاهر نمی کنند، بیوه می شوند، جدا می شوند از همسرشان، گاهی با فرزند گاهی بی فرزند و از غایت آن که دیگر تحمل طعنه اطرافیان را ندارند یا نگاه های پست نظرانه را ندارند یا اینکه دیگر کمکی از اطرافیان نمی بینند، مجبور می شوند برآمده می روند. قسم برای پول بیشتر کار کردن هم می روند. این حالت هم هست. در وطن کار می کردند، روزشان فقط می گذشت، اما پول بیشتر کار کردن. حتی هستند خوشنامان هایی که کلین ها را هم همراه خود گرفته می برند. انا همین طور. خب یعنی مفهوم فهمیشی مردم تغییر می یابد، ارزش ها نسبت ارزش ها دیگر نظرها تغییر می یابد و مهاجر می شوند. خیلی بسیار از بیشتر زنها برای پر کردن بخچه دخترشان، برای توی با دبدبه کردن، کلین گرفتن یا اینکه
پسرشان را توی سنتی کردن. برای این عمل ها هم می روند، کم نیستند برای این عمل ها هم، چون که در خودی وطن دریافت کردن مشکل تر، اما عادی تر، میانه کردن هم میگذرانند. همسایه توی کرد، توی ودغنگ شد، یعنی تنتنه شکوه و شهامت شد، این هم باید کند. من یک دیه را میدانم، همسایه اگر بام بلندتر آراست، بام صحت خانه را میافتانند، برابری بام همسایه یا بلندتر از آن بام میسازند، بالا پوش میکنند و باز آن را بلندتر از رنگ بالا پوشی همسایه رنگ میکنند. خب یعنی تقلید کاری اینش هم هست. اما در روسیه بدون حمایتگر، بدون یک تکیهگاه، بدون تکیهگاه بودن زن خیلی خطر دارد. زن به هر حال زن است، ضعیف است و لطیف است. ضعیف به معنای آن نیست که کم قوت است، دیگر و دیگر، به هر حال زن است و کتف قوی مردانه ندارد. این یک داشته باشد هم نامش زن است. وقتی زن می رود کارکابی، به هر مرد مسلمان هم رو می آورد کار می کابد، نظر دیگرگون نسبت این زن می شود، خواهد نخواهد. انا همین طور. خب هستند حالت هایی که در یک حجره به خاطر آن که پول حجره اجاره پول کمتر افتاد، 2 3 4 نفر زنها آن حجره را اجاره میگیرند. هستند نفرانی که از بین همان اتاق پرده کشیده جنسی مخالف هم میگیرند، اونجا مرد هم. یا در خانه دو خانگی برای اجاره پول ارزان تر افتادن، خصوص در شهرهای مرکزی، در مسکو یا شهرهای دیگری مترقی روسیه، در دو خانگی ملت های غیر گوناگون و در یک خانهش مردها، در یک خانهش زنها. دیگر چی؟ آشخانه اونجا عمومی است، اونجا حاجتخانه عمومی است، خانه شستشو عمومی است و حالت البته که تباه است. اونجا همگی نامحرم هستند. باز هم از لحاظ حقوقی اگر نظر کنیم، این جمله را باز هم یک بار دیگر میگویم، برابری گندری گفته مرد و زن برای تأمینی، اگر از روی حقوقی نگاه کنیم، تأمین خانواده، برای تأمین روزگار برابر وظیفه دار هستند. اگر نفری در خط علاقه باشند، میپرسیم ما آنچه گفتن میخواهند، بعدا یک نوار داریم که بس همه شما حواله میکنیم. عبدالله جان مرحمت، شما در خط علاقه. خارج شدن. نواری آماده کردیم اینجا. یک خواهرک که در مهاجرت هستند، در حالت مجبوری به مهاجرت رفتند و دیگر شاید از شیوع کرونا باشد که فعالیت بردن نتوانستند، شاید از کودکان خردسال داشتند که مجبور امروز پرتاب، یعنی همان آشغال میکابند و ریسک خود را از همان در میابند و زنده میمانند. زندگی میکنند؟ نه، وجود دارند، زنده میمانند. به خاطر که زنده مانند همراه فرزندکان همین کارا میکنند. مرحمت. Вайрайна, следующая мебрем, следующая патем, جوی سوچه خمام نخریم. یا همش نمیدونیم سروکشون گذشتگی باشه یا نگذشتگی باشه، برای ما مهم نیست، چون که نه سروکش گذشتگیه، چون که ما خیلی بود اون جدا کار هم نمیکنیم. نه سروکشون گذشتگی نه ایش نگذشتگی کار نمیدونیم. من خیلی نه سروکشون رنجاشون نایستگی میارم میپردایم. ما باشیم رفتن میره ششته توزه کده آورده روزمانه با همه چیزا میگذرانیم. ولی ویدیویی که ایک جمعه میرم میگیریم و ایش همه سیام که میکنیم، اینه خونه که مقصد زندگی میکنیم یه وامسلوی هم نداره. اینه خیلی جدا زندگی میکنیم.
و در خمون خیلی جرا آغل میگن. ما در شهر مسکویم. من دم خیلی چو اینمی ابزیچه گرفتم. نه از ای ترس جان مونه ای خونه نرامده است. اینمی کلی از کوده گودکمونو بار میکنیم. گودکی خودسال دارم. گودک من بار کده با همون چیره میریم. من دکی اوقات کنیم من دکمونه اینم خیلی اینه اگه زندگی میکنیم اینه ای بیرون اینم خیلی جدا اینه از زندگی داریم تو اینکه خنک نشوه گفته اینه پاکت بدگیم ما امی اصلاحی قطعی از زندگی داریم نمیخوام خدمت ایشانتون چون که من زنی تاجیک هستم نه پیشاگاه کاریمون میپوشیم کار نمیریم نمیخوام این فنریکایی که در پیشونیمون میزنیم شبا میریم در پیشونیمون میزنیم نه شبکره میکنیم در پیشونیمون فنریک میزنیم تو اینکه روشنی کنم ما یک بریده نان یافته خوریم بقلشکه میچینیم بقلشکه را میچینیم میفروشیم مقصد نه ایمو یگان سم 5,000 10,000 میویم با تاجیکستان رایی میکنیم این شرایطی استوی زندگی میکرده منه اینا همش همین مصر میویم حتی پشکم نجا دینه پشکو ورده بودم اینه رفتیم نه پشکو وردیم ششتم افتاو کنم و قاقشاوا میکنیم میپوشیم ما دیجن میخریم یکون چی نه دشکمون نه دیجمون نه تا پول هم نداریم برای خریدن در نداره خونمون بینین در نداره تا اینکه خنک نخریم افته نه چیک دیدیم ادیو کودک خردسال دارم نمیخوام همشه ایشان دیم به هر حال من لینگوش ایشان میتیم که تا اینکه بدونین که کودک خردسال دارم نمیخوام خودم در اینترنت معرفی کنم من جای خامون نه پشکماندگی مقصد نه نمی هم من خیلی زندگی داریم نمی پشکم نده جمعه براریم مقصد نه اینجا خواه میکنیم سیف کنم خانه را فروش نماندگی خانه را بخزیم فتستیان ازی سوال کرا کمی رکدگی نیستم ازی رشتم که کمی رکده روانتون کده میتونم آوردم ازی قشه جدو کدم من نه ایدم چی هسته مکرون هسته نه مکرون را از یک کتاب میشویم آقاد میکنیم میخریم همونم ده آرد هسته ای قهق گوگل گفته آوردم در دستیم چی نه اینم خیلی اینم خیلی میاریم مسلکه میخریم من جای خامکه اینه جای خام اینه پلای خانم دیدیم من کفیدگی خوک میریزه اینم جای خامه اینه کراواتی کودکم اینه اما چیزی نمی‌شدیم اینه جای خواه کودکم اینه کودکم در پشمه دل دردم که می سوزم برایت تو که از بخت می آسایه ای زن انا این حالت زن است اگر بین تماشابینان ما زنهای باشند که از وطن هستند و
به جای کاری تعیین میخواهند به روسیه روند، فکر کنند، اندیشه کنند که آیا میتوانند کار پیدا کنند و آیا میتوانند جای زیست پیدا کنند، یا خدا نکند که حال و روزی همین خواهر برین روزشان بر جستجو و کافتن آشغال افتد و ریسکشان از همانجا پیدا شود. اکنون نگاه کنید، اگر در تاجیکستان همین کارا میکردن نمیگذشت روزشان، زیرا در تاجیکستان ما کسی خوراک درست را بر پرتاب نمیپرتاید. در شمال وطن پرتاب میگویند، در جنوب آشغال میگویند. اگر روسی کرده عادی تر گویم موسر میگویند. کسی با موسر نمیپرتاید خوراک را و روزی این گونه زنها در وطن هرگز با همین حالت نمیگذارد. مسکو را نگاه کنید، همان آتشدان است، همان دیگ است که در بیرون آتش گیرانده خوراک میپزند. شاید برق هم ندارد در خانه، گاز هم ندارد. انا همین خیل حالت خداوند آسانش کرده باشد. هرچی آید بر سر فرزند انسان بگذرد. میگویند این حالت است که یک زن مهاجر، یک زن تاجیک از سر میگذراند، کودک خردسال دارد و چون به این خواهر گفته شود که بر وطن بر میگردید، اگر همگی پول جمع کرده فرستند، میگوید در وطن کجا زندگی میکنم، یعنی و خانه زیست در وطن ندارد و جز همین خانه که شاید اجاره پولی هم نمیدهد در اینجا، با جز همین خانه در وطن خودش خانه هم ندارد. همین خیلی اصلا همه ما اجاره نشین هستیم، کسی خانه شخصی ندارد در دنیا. به هر حال سرپناه می داشت خوب بود. یک خبر همین روز خواندم از کشور همسایه، کنسولگری گنرالی جمهوری ازبکستان در قازان با فرزندان شهروندان شهادتنامه های بازگشت داده. کدام شهروندان گفته میپرسید؟ شهروندانی که از شهر سمرقند، از فرغانه، وادی فرغانه و از تاشکند، زنهایی که همراه فرزندانشان مهاجر شدند اما از سبب آنکه کرونا ویروس با وجود آمد، پهن شد، سرایت یافت همگی و کار دیگر نشد و این زنها به سرابان و به سرپناه و بیکار ماندن. جمهوری ازبکستان مقامات های قدرتیش تصمیم گرفته همه این زنها را روی خط کردند و به فرزندانشان حجت آماده کردند برای بازگشت و اینها را برگردانیدند بر وطن. یعنی با دستگیری حکومت ازبکستان اینها برگشتن بر وطنشان. اجنسی مهاجرت مهنت خارجی سازمان بین المللی مهاجرت روز 1 ایون توسط خط سیرهای استانبول تاشکند از ترکیه هم آوردند و سمر، مسکو و تاشکند به ازبکستان برگشت با همین مهاجران. یعنی تیار از سمالوت برگشت و شهروندان را در فرودگاه بین المللی تاشکند کارمندان اجنسی پیشواز گرفته آنها را تا منزل دائمیشان گسیل کردند. اگر چون میبینند که حالشان خوب نیست در منزل دائمی هم شاید کمک رسانیده باشند. این همین کشور همسایه همان ازبکستان است. چرا ما نمیتوانیم چنین کرده؟ چرا از حال ما کسی نمیپرسد؟ درد ما کسی نمیپرسد؟ حال ما نمیپرسی؟ از خدا نمیترسی؟ سنگ بسته بر کرسی از خدا نمیترسی؟ همین خیلی یک شعر بود به خاطرم آمد. برنامه موضوع وقت زن مهاجر می شود. با فکر شنوندگان عزیزی ما، تماشابینان عزیزی ما، چه عامل های باعث می شوند؟ من ایده را گفته گذاشتم، اما بر فکر تماشابینان چه عامل های باعث می شود که زن مهاجر می شود؟ چرا مجبور می شود روی بر هجرت آورد؟ نفر در پیامک اینجا بابت کرغزستان نوشتن، واقعا پیام تکان دهنده است. گفتن امروز بعد نصف روزه از چارکوه نوشتن قرغزها تیر پراندن با یک سرباز زخمی است. باز هم شروع کردن، یعنی که خدا کند که چنین نباشد، اما چون نوشتن دروغ نمی نویسند در این بابت. با آن خاطر که در پیامک ها اینقدر یکدیگر را بحث بیهوده و دشنام های بیهوده نکنید. من یک سوال میگویم، در پیامک می توانید جوابش را گویید، وابسته بر روزی کودکان است. کدام عمل را کودک از همه بیشتر اجرا می کند؟
سوال منطقی است. از خاطر نبرارک من تا این حد سوال عادی نمیدهم مثلا بازی میکند یا گریه میکند یا شیرینی میخورد. نه، سوال عادی نه، سوال منطقی است. چگونه عمل را کودک از همه بیشتر اجرا میکند؟ از همه بیشتر کودک کدام کار را میکند؟ کدام کار را، چه خیلی کار را کودک از همه بیشتر اجرا میکند؟ این سوال جوابش را در پیامک های انتظارم. پهلوی نوار و رو میارم بر تماشابینان عزیز. اگر آماده باشند نفره در خط علاقه باشند، این حال 219 نفر ما را تماشا میکنند، میتوانند حرف زنند. خب مرحمت، از وطن حرف میزنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چخیرین شما؟ نغزین همه کسا سوز؟ البته تشکر دارم و گوش میکنم. من در این باره که ویدیوی که نشان دادید در باره ایزان یگان مثال کاری ندارم. حاضر وضعیت وطن من خواستم که به شما فهمونم. خب بفرمایید. وضعیت وطن همینه که حاضر قرقیزا همین تصمیم گرفتگیان، همشان تیاری به جنگ دیدگیان، اکوبا کندگی هستن برای تانک ها، سپسولوژ به آوردگی هستن. همه خیلی تیاری به تمام قوت به جنگ تیاری دیدگیان. شما از کجا حرف میزنید؟ ما از وطن زنگتون زده هستیم. ما در همه قریب بیام هوایات هستیم. اومدگی ما به همون طرف را. من برادرها را گفتنی هم، من برادرایی که می نویسونن قرقیزا این خیلن، قرقیزا این قدر عروجه دارن، این خیل دارن میگن. الحمدلله ما دین اومدگیم در همه جایم، یگان تشویش نکشید. خدا را شکر ما در همه جا هستیم. یگان پروا نکنید که قرقیزا میزنن یا که میگیرن یا که اگر قرقیزا تمام ارمیش بیارد انشاءالله اولش باذن الله خداوند خودش زورش با ما نمیرسد. الحمدلله ما پالنی تیاری پدگتاف ایستادگیم. یگان بیت تشویش و یا قرقیزایی که در همه کامنتاری نویسنده سیان چیز میکنن که همه ما اومدگیم سپیس نظامون هست، این چیزمون هست. انشاءالله ایرا فهمن که مردم فارس شکست نمیخورد. ایرا فهمیده بگیرن. الحمدلله ما هم تیاریم. چخیر شما اگر همه مردم قرقیز گوش کرده سیان ما 10-20 برابر از شما تیارتر هستیم. 10-20 برابر ها. راست میگد هم بچه که سبشن نویسندگی از در شما راست میگد. یک سالدت ای دور سنایپر خطی پراندگی در دست رسیدگی ای دست بالا طرف کیتف شده. سال مثلا نفهمیدم. جانش صحت، جانش در امان است. بله هیچ چیز ضرری چیز کردگی نیست. الحمدلله نیک ما هم زدگی موجه. ما هم چند تاشون زدیم. یگان جای به تشویشی الحمدلله مادراتون مثال همه پدراتون در همه جای به تشویش. فقط ما شما همین طلب داریم در حق ما دعاگو باشید. انشاءالله ما در همه جا هستیم در خدمت شما. فقط در حق ما دعاگو باشید. در ما بس فقط در همه حق سپیس نزیبیتا دعاگو باشید دائم. انشاءالله ما طرفدار شما هستیم. الحمدلله همه دعا کنید در حق ما. تمام ما همه شما را دوست می‌داریم. شما همتون برادر و خواهرای ما هستید. تشکر. سپیتناز بیتا گفتن. خب شاید گروه خود تاسیس باشند یا در حقیقت سربازان وطن بهترین دادرم. ما نه ما گروه مخفی ده هستیم. الحمدلله ما همه چیز را تماشا میکنیم. ما ده همینجا هستیم. خدا را هزاران بار شکر. های مردم اسفر میدونن اینا ما اومدگیم همینجا. یگان تشویش نکشید. ما با درونای خود ما همه شون تماشا کردیم، دیدیم و یا چی حال دارن و یا یک ترسانچه که هستن و یا ای دور فقط همون یگان زن، یگان مادر، یگان مستفید میخپن و یا همه جوان مرد نیستن که یگان جوان مرد تاجیک برای که و یا ای غرور تاجیکی میترسن. هیچ وقت دلتون به ترس نگیرین. انشاءالله یگان کار کردن نمیتونن. انشاءالله. البته اگر خدا خواهد و ما هم البته میخوایم برابر خواهش ما هم میخوایم خداوند هم خواسته باشد گفته امید میکنیم. در تاریخ از تاریخ آگاه هستیم که یگان نفره که خونریزی آغاز کرد و آخر به مقصدش نرسید. خونریزی را آغاز کرده آغشتای خون میشود. البته که خب
دادر برای خبری که جان برکف دارد به خاطر حمایت وطن ما خرسند هستیم. با این همه غرور و با این همه متانت مردی میگوید که ما وطن را حمایت میکنیم. بله در حق ما، در حق همین نچلنه که ما کاپیتان شمس‌الدین دعاگو باشه دائما. انشالله ما هستیم در سرحد آمدگیم، یگان تشویش نکشید. الحمدلله ما همه کارهای وی را میدانیم. این قرقیزایی که در اینجا مینویسانند اینو نترسید، اینو یک همین فقط پانچ کن، فقط پوند میکنن ای دستشون انشالله هیچی نمیآید، هیچ چیزی نمیآید انشالله. فقط دعاگو باشید برادرایی که ما را گوش میکنه، دعاگو باشید در حق ما، در حق همین کلانای ما که در همینجا مثال نچلنکای ما، نچلنک سپیسناز در این همینا دعاگو باشید انشالله همش 100% میشود. خدا خواهد یگان به تشویش باشید. یا اگر هزاران تانکا بیارد که انشالله هیچ کو کرده نمیتواند. ما اینا این کار اینا رو ما 10 سال پیش میدونیم. ما مردم تاجیک همین خیلی هستیم که مردم خپ هستیم، مردمی که حرمت میکنیم، همسایه یا که مهمان دوست داریم. دیگرها فکر میکنن که اینا میترسن. نه والله قسم هیچ کس سر ترس ندارم، از هیچ کس جز به الله. اینجا نفری نوشتند از چارکو هستند که پرانی در سمرقندک شد. این هم موضعی همونجاست سمرقندک؟ بله دو جرم همین روز آواز تیر شدگی یگان کس یگان چیز شدگی نیست. الحمدلله آواز تیر فهمیدگیان ما همه چیزای وی را نظارت کردیم و یا اوجه فهمیدم ما اومدگیان قفانشینی دارن. انشالله یگان گپ خبری نمیشود و یا میدونن که ما کی هستیم و یا اگر اما آدمای خودشون هم خیلی چی کردگی باشه ما الحمدلله ما این کار چند سال پیش دیدگی ما میدونیم چی خیل کنیم. برای همه کدام قرقیزایی که در همینجا نویسنده سیان، کدامایی که مثال چیز کرده سیان، ایرا فهمین شخصا ما برای حمایت وطن جان مونه کدام وقتی نباشه تیاریم که بتیم. حقیقت خونه که داریم ما برای وطن این خونه میریزونیم. یگان خیلی فکر نکنید که میآید یا تانکها گرفتگید یا که کیها یاردم میکند، این فرقی ندارد. الحمدلله محمد ده همه جایم. اینا مردم خراسان قطع هستیم الحمدلله. یگان به تشویش باشید مادر و خواهر و برادر، دلتون به ترس هم نگیرید. در تشکر سلامت باشید. بله همگی دعاگوی شما هستیم و هر نفری که این حال ما را تماشا میکند دعاگویتان باشند، وطن در امان باشد. ما خود در اینجا اهل خانواده خویش و تبار خواهر برادر دادر همه همان جایند. در امان باشد وطن از نظر دشمنان، از نیت بد دشمنان در امان باشد. دشمن نباشند، خدا دشمن نکرده باشد مسلمان را بر مسلمان. نفر دیگر را میپیوندیم و از موضوع دور نمیرویم. دیگر وقت زن مهاجر میشود، عامل‌های اساسی مهاجر شدن زن، ادریس شما را گوش میکنیم. سبب‌های اساسی چرا زن مهاجر میشود و بر سوال در پیامک جواب گذاشتن گیرید. خب خاموش شدن. حیات بر محل پیر می شود وقتی زن مهاجر می شود. ادریس بلندگویی که شما گیران است. نفر دیگر. خب کلاب و مردم و پیش. الو بله گوش میکنیم شما را. سلام علیکم اپا جان. مشتری و علیکم سلام. مشتری دائمی ما هستند. زن مهاجر برای چی میشود؟ خیلی معلوم است اپا جان. این زن از زور اومدیه به چورم یا چیکار میکنم. این روز من تماشا کردم خیلی او از او جوشت نشون داد. خیلی جوی با او حالش بیچاره چی حال داره نمیدونم. با گلک مایده تیم بولی یک جمعه باشه نمیدونم. در از او وای گلک داوجه داو تریتوری سخت از او میکشه. بله یک کسا شد یا چی شد چی که جمعه رفته باشه او. دادر ما یک نفر بدتر از این حالت ها هم هستند. از این بدتر حالت ها هم هستند. نه میدونم اصلا بای نشون داد. نه با دیدیم باز برنامه تا تماشا که حساب کی دامون نشون داد. دیدمش که اخی با او فردانش داو خونه نه تریزل رو نه در داره
بله چیکار رو یه او پو دوران نلورم نمیدونم و آتشبال زن دقیقین موجود عذاب میکشن او عذاب ده مرد عذاب میکشه کل زنو سبیسه که زنو به چورو همو چکو میکنن باید دکم جا اگون سمجا باید کور میکنن میگه بوگه خشمن در عذاب میمونن ای نبودگی میان چکو کنن هم باشه که جمعه اوک نمیزن تا وقت برق نبود گاز نبود در آتش گیرانده خوراک میپختند مردم اما به هر حال در بود که میپوشیدند و خواب میکردند اما افسوس که حالتهای تا هنوزم خونه و داری و تا و چش بود دیگه بود یک سرپانوی شروع گرم داشته دبه نالو میکه خروک شامه پخ خوب بود و وطن بود یک کسای درش میدرومد یک چیزکش میدود اینجا کی میتر برداشتنش با یک گولک دا اوجا اما متاسفانه در وطن خانه نداره وزوی نده مرد وزوی ولی این زنه بود تیم بود یک گولک خطی ننده عذابه مرد نمیتواند تحمل کرده مرد با کودک تنها بوده در خانه و این گونه شرایط را تحمل کرده نمیتواند به هر حال خداوند نه تحمل بزرگ داده که به خاطر کودکش همه دشواری ها سر میکند درست زن خیلی مشکله خدا نگهبان شما باشه خدا نگهبان شما باشه برادر در کورکنی ارگان خدا نگهبان باشه خیلی گپ خوب زد اما خدا نگهبان شما باشه الهی بله باشه بهادر غفارov اینجا نوشتند که مادر گفتند که ریشتارها آمده هینج کردن مرز را من گفتم 30% هستند خب کلاب نوشته برآمده تشکر دادر جان برای زنگتان سلامت باشی رحمت کردم قبول کردین رحمت کردم سلامت باشی من باور دارم که خواهر گوش میکنند شما را و تسکین شما اندک تسکین دلزارشان میشود در چنین شرایط بهادر غفارov نوشتند که مادر گفتند رشته را تینج کردند لحظه به خاطرم اومد که ما هم یک زمان به خاطر نوشتن یک گزارش بر مرز رفته بودیم سالهای 2014 یا 15 بود همونجا هم زنها گفته بودند که محسیچه داران آمدند یعنی با محسیچه که آمدند همهشان محسی داشتند در پایشان مجاهدین شاید باشند که در همان قبط کوه ها زندگی میکنند و از بود و باششان کسی خبر ندارد همین ها آمدند گفتند هجوم کننده ها را همه را راندند از مرز زیرا اون وقت ارتش خودی در همانجا ایستاده سرحدبانان خیلی ضعف داشتند خیلی نقطه کمبودی بسیار داشتند هنوز آماده دفاع از وطن نبودند خب الهی با سر بلند برگردید به پیش آچه جان های عزیز گفته بر سربازان نوشتند از موضوع دور نمیشویم جواب سوال را در پیامک انتظارم و در روبرو در نوار یا با چهره یا به چهره با نام یا تخلص های گوناگون گفتگو میکنیم در موضوع وقت زن مهاجر می شود اولا بابت عامل هایش پیدایش همین جاده چرا چنین شده که زن مجبوری مهاجرت و سوال عادیه که چرا وی مهاجر شد نه پیامد این مهاجرت چیست یک خانه فرزندکانش که انتظار مادر هستند یک مقال هست میگویند با کمربند زرین پدر مانده نه با نوک رشته و سوزن مادر مان با نوک سوزن مادر مان چون که در خانه بودن مادر دیگر چیز است همراه پدر کلان شدن همراه بیبی کلان شدن فرزندکان دیگر یاد دارد در برنامه‌های گذشته زنگ زده گفته بود که طول 16 سال است که بر وطن برنگشتم و فرزندانم عروسی شدند دخترانم دامادی شدند انا همین طور نفر دیگر میپیوندند اگر مرحمت عمر سلام علیکم مادر عزیز و علیکم سلام ادریس حرف میزنند یا عمر مرحمت پیش میکنید امیدوارم خوب هستید مادر البته شکر خوب آفر یک دو سوالی از برنامه شما بیرون دارم اگر اجازت میدادید میپرسیدم البته بفرمایید دایره موضوع چی سبب شد که
چی سبب شد که شما از وطن به وطن شدید دفعه؟ خب نه از وطن به وطن مثال ما در برنامه شما اول یکم بار است که ما اشتراک میکنیم، چون در اخبارهای تاجیکستان نمیبینیم که یک زن با حجاب مثال سخن میگوید. ولی شما دیده حیران شدیم. برای ما بس شما خواستیم پرسیم که چی سبب شد که شما از وطن به وطن شدید؟ خب با یک باید جواب میگویم. در وطن بوده به یاد وطن به وطن است، به وطن بوده در یاد وطن در وطن است. من در وطن هستم چون که همیشه با یاد وطن هستم، به وطن نشدم. اما ضرورت پیش اومد که بیرون شویم. اگر ضرورت مادی می بود، از لحاظ خوراک و پوشاک و تنقیصی روزگار می بود، این تحمل پذیر بود. اما چون خطر بر جانتان می شود، بر آزادیتان می شود، بر ارزش دینیتان می شود، مجبور می شود برایت و آنگاه برآمدن اجازه هم هست. سعدی بزرگ هم میگوید که سعدیا حب وطن گرچه حدیث است شریف، نشود مرد به سختی که من اینجا زادم. و او هم بیرون وطن شده بود. سبب خیلی بسیار است و اما اینجا افسوس که روزنامه نگار حق ندارد، برنده حق ندارد که در پخش بابت مشکلات خودش حرف زند، چون برنامه عمومی است، از آن مردم است. من اگر غمگین باشد هم باید بابت خرسندی حرف زنم اگر موضوع خرسندی است. خب موضوع خرسندی نیست، موضوع امروز خیلی یک موضوع غم‌افزا است. بگم به فکر شما همین زن پیامد چگونه خواهد داشت؟ چگونه پیامدها دارد؟ زن وقتا سوال به من نفرد. بله. خب زن چی طور مهاجر میشه؟ چی سبب میشه که زن مهاجر میشه؟ خب مشکلی های زندگی است. در تاجیکستان ما اگر حکومت یک کمی حکومت مردمی میشد، اگر شاید زنهای زیاد مهاجر نمیشدن مثل شما. اگر حقوقهای دینی و حقوقهای بشر اگر رعایت میشد، اگر شاید زیادی زنها علاقه مهاجر شدند، زیادی زنها. ما باور کنید مادر عزیز، ما در همه خیلی سیاسی دیروز ما در آمده باور کنید مردم ازبک از اما مبین 1000 آدم اگر به حساب کنید 100 کس و 140 کس مردم ازبک است. دیگه همه مردم ما است، مردم مهاجر ما است. باور کنید من دیروز همونجا بودم، باور کنید چی بگم خیلی جگر خون میشه وقتی مردم قدر به سرسام سرگردون مردم از خونه به خونه شدگی. باور کنید یک ظلم است، ظلم. دیگر بله بسیار وقت همین مادرها و همین زنهای توش که در روسیه میبینن باور کنید رویم رو پشونده میگریزن که شرم میکنن که شاید همون مادر توسد، همون زن توسد که این قدر مرد شده که این زنهایتون رو صحیبه کردن نمیتونید در روسیه. باور کنید به خدا شرم میکنم رویم رو پنهان کردن میگریزم. چی دروغ گویم؟ دیگر نمیدونم ناموسم نمیبردارد که با یک زن روی راست نگاه کرده یا در چشم یک مادر نگاه کرده. برای ما از این برادرها خویش میکنیم که یک کمی بیدار شوم. درست است. در شبکه‌های در امروز دیدم که خیلی از زنها روی بر مهاجرت آورده، اما اونجا بر مشکلات های روبرو شده، حتی مرز ناموس پاکستان عبور شده. البته در حقیقت دردناک است. بله ما را در همین شهری که امروز هستیم باور کنید یگان پرابلم نه پرابلم اقتصادی دارم، مثلا نه پرابلم دینی و نه پرابلم یگان پرابلم مثال من ندارم، ولی این پرابلم مردم رو نگاه میکنم فکر میکنم که همون پرابلم زیاد در سر من است. نه شب خواب میکنم، هر شب ساعت 10 از کار خونه میروم تا ساعت 1-2 شب از فکر خوابم نمیبره. چی طور کنیم که یقین مردم بیدار شود و ما هم رو به سوی انقلاب بیاریم؟
بله از این خب مشکل ها. در وطن خوابیدن دیگرگون است. هر یک مهاجری که سردی های خنک سردی های روسیه را تا با یعنی خانه خودش باشد. ما هم خیلی آرزو میکنیم که در کشور آزادی دینی روشنی مردم مثل شما و زنها در شبکه‌های اجتماعی در اخبارها برآمدن که با سخن بگویند. ما خیلی خرسند میشیم وقتی در تلویزیون ما خیلی آزادی میشد. ولی افسوس چیکار کنیم که در کشور یک فرعون دیون آمده است، کشور رو ضبط کرده گرفته است، مردم رو سرنگون کرده است. اگر چیکار خدا نگهبانتون میشه مادر عزیز. ما وقت شما در وطن انتظار میشویم. بسیار تشکر برای زنگ، برای سخنهای نیک هم تشکر میگویم، برای ابراز نظر هم. و اینجا برادر یاد داده هستند با نام عمر با رسم یک طاووس خوشخرام برآمدن. گوش میکنیم. بله، شب سلامت باشید. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اپای گروم انشاءالله خوب هستین تینجان. شکر. ما همین چی گویم دارید موضوع برنامه شما بسیار یک موضوع گویم پرابلم داغی روزه با احساسات نمیدونم چی گویم و با مردمی همون جوان مردایی که لاف میزنن که امروز ما غیرت داریم و شجاعت جوان مردی داریم در دیگه جاها، باید فکری همون اپا و خواهرایی که امروز با سبب‌های گوناگون با سبب‌های مقصد نبودن شرایط کاری در تاجیکستان یا اینکه نرسیدن معاش مردانی مثل تاجیکستان یا اینکه خشتاورانی که مثل خیلی در تمام عائله هستن، مرد معاششون که نمیرسد، زنها مقصد بلیط میگیرن دیگر روسیه، دیگر تاجیکستان مردای هم به غیرت شدگی هستن. نمیدونم انشاءالله که دعا میکنیم خداوند اکرم همون یک شجاعت و جوان مردی های در قلبای ما دوزه که ما اقلا فکری همون خیش و تباره هم تمام عائله ها مهاجر زنک هسته، تمام عائله ها هر کسی میگه که ایمون مقصد ما نداریم خیش تباری زن مهاجر، با فکر من یا دروغ میگه یا که مقصد برای که نیست. در تاجیکستان حاضر یگان عائله نیست که گویا که مثال ما مهاجر نداریم، زن مهاجری زن نداریم. با چه خاطر؟ به خاطری که مثلا در یک عائله 5 نفر زندگی میکند، مثلا یک نفرش زن است یا 2 نفرش زن است، دخترای کلان هستند، شوهردار یا به شوهر. همون 2 نفری که در دولت امروز ما کار میکنند با 1,500 عائله که میگرفتگیشون خانه خورنده و پوشانده نمیتونن دیگه، باقی مونده چیکار میکنن؟ یک وقت 2 وقت نگاه میکنن نمیشوه رو به مهاجرت میبرن. به همین خاطر ما فقط یگانه راهی که از اینجا ما خودمون نجات میتیم چون که برادرها قید میکنند، اما انقلاب و یکدیگر فهمی ما باید بیدار شویم دیگه، حق خودمون را طلب کنیم که اقلا در داخل وطن خودمون اما مردکا 2,500-3,000 نداره مردک زنه مثلا 2,500-3,000-4,000 عائله گیرن که نبیان نوخی مهاجرت. سببش به همون معلومه. مثلا دیگه راستی نمیدونم در این موضوع هیجان زدم، نمیدونم در این موضوع چی گم دیگه اپا جان. بله، هر نفر صاحب خرد، هر نفر صاحب نظر و هیجان فرام میگیرد. موضوع هم داغ و هم پرعلم و یک تکان دهنده احساس است. در حقیقت 1,500 گفتید محبات هم شد اینجا و امید کردید 3,000 باشد. امروز همشیره های شفقت تکی 300 بزرگ 300 قریب 300 معاش میگیرند. اگر شبها سری بیمار نشسته میبرند همان همشیره ها قریب 300 معاش میگیرند، سامانه که بر یک خلطه آردشان نمیرسد. معلمان 2,000 سامانه میگیرند، 1,500 زیاد است آنچه گفتید. بله، سبب اپا جون یک چیز دیگه بخشش قید کنیم. سبب اساسی مقصد همین پدیده نامطلوبی که خودشون گپ میزنن در داخل وطن همین کروپسیا است. یک مدسسترای عادی داخل بالینسا شخصا من
ана тақрибан як 6 моҳ пеш дар корум дар тоҷикистон балнитсагӣ буд. мақсад гӯем дар родон буд. ана дар ҳамуҷо бовар кунӣ иш мебия як чите ва иш мебия як чите ҳамуд як бор намегӯянд ки ту шароит надорӣ. мақсад ҳамуҷо як тараф нигоҳ мекунӣ ҳама ошошон камай ҳам дигар аллакай берӯ шудагиянд. гӯем ки сахттар карда гӯем дигар ҳарома ҳалол фарқ намекунанд. фақат як коре мекунанд ки як касе 1 сум канану аммо зиндагишона баранд. талаб намекунанд ки барои чӣ 400 сум ойлик. ҳамуҷо дар сар як медсестра яташ бо дод зада гуфт ки берин дар пурри коригарай, мақсад шумо нахоҳен бо як каси дигаре меорем, мақсад дар ҷои шумо кор мекунанд. бовар кунед як мусибати калонае ки бадбахто гуфтем шумо 100% 300 сум 400 сум 500 сум метиҳанд, як сутка кор мефармонанд, бо ҳамоам кори худшона дуруст анҷом наметиҳанд. болои сари бемор мебиянд, полшувакшам мебиянд, мақсад як чи талаб мекунанд, медсестрашам мебия як чи талаб мекунанд. бале дуруст. хусусан ғайри дар таваллудхона ки занҳо мераванд як қатор мебароянд ба хотири чиза гирифтан, чӣ шодиёна мегӯянд. дар мо бо забони ӯзбекӣ ном мегиранд себанҷӣ гуфта шодиёна мехоҳанд агар кӯдак ба дунё омад. дуруст, рисолати ҳамаи касбҳо гум шуда, коррупсия ки хуруҷ кард, фасод ки ривоҷ ёфт, рисолати ҳамаи касбҳо гум шуда. муаллим дар хонанда мебинад манбаи пул, духтур дар бемор мебинад манбаи пул, қасами барги пакрат хӯрдааш ҳам қасами мусалмонӣ ба хотири барои худо некӣ карданаш ҳам ин ҳамаро фаромӯш мекунад, хилати сафед мепӯшад, аммо бар бемор ҳамчун нигоҳ бар манбаи пул менигарад. аз саломатии бемор дида ба аз солимшавии бемор дида ба вай бештар пардохтани бемор чӣ ёдам муҳим нест. апаҷон шахсан ҳамин кӯдакчаи мо дар реаниматсия буд. мо худмон дар як ҳолати ногувор қарор доштем. ягон духтури ҳамон беморхона аз ҳамон гӯем сардухтурои калону сардухтурои сар карда то ҳамон полшуваки ҳамунҷа ягонташ ҳис намекунад ақаллан ва ё бояд маданият ё ин ки фарҳанге дошта бошанд ки мақсад каме ҳам бошад ҳамдардӣ нисбати ҳамон соҳибои бемор баён кунанд ё ин ки худшон ҳам хел нишон диҳанд ки тошту мо ҳам ҳис мекунем ҳамин дарди шумоя, ақаллан ҳамин хел худшона намудор кунанд. ин хеле ва ёда вабше нестай. умуман қатъи як хеле гап мезананд ки ило то ба дига намедонӣ ки чишон бугӯй. мақсад ҳамин муносибатошонам бисёр дағалай. намегӯянд ки беморш мурдестай, намегӯянд ки мисол беморш вазбинай, намегӯянд ки шароиташ бадай. беҳад мақсад айсои чия? айсое ки мардуми мо талаб намекунанд ҳаққи худшона. мардуми оддии мо талаб намекунанд. дигар боло раҳбарият ҳам ҳамин гуна аст. онҳо ҳам маоши кам мегиранд, онҳо ҳам рӯзашон намегузарад ва рӯ меоранд ба ҳар роҳе ки бошад ба хотири рӯзгузаронидан, ба хотири деги сиёҳашонро ҷӯшонидан. боз ҳам ҳамон руҷӯъ мекунад фасод, коррупсия. шуморо хуб фаҳмидам. ман аз мавзӯъ каме берун рафтем. тамом, ман охирон суханам агар мезанам. апаҷон фурсат истифода бурда иншоалло як ҷо мо қайд кардем ки сабаби мақсад тоҷикҳо як мақол доранд, мор меган ай калаш мепуса. яъне ки мақсади ин гап чия? моя ҳамон сарвари давлатмон гӯем президенти шикамғавсмон ба ҳамин падидаи номатлубе ки худаш мегаву суратҳое дар ҳама ҷо задагие ки тошту айдуми ҳамин кор занен, худаш ки ай мардум пулои калона мегирад, бачашу духтарашу фарқ надорад кадоме ки дар ҳамо чиёи қудратӣ кор мекунанд, ҳамашон пули ҳаром мегиранд. ҳамашон мегиранд. агар ҳамоҳо ба ҳамин корҳои ҳаром даст назананд, ин мардуме ки мақсад корҳои андаку чиянд, иноя ба фикри ман ки дуруст карданашон чи вазбин нест. асоси кор ки ҳамоҳо худшон ҳамин корро мекунанд, ба ҳамин хотир дигарро таъсир расонидан бисёр мушкил ай мардуми одида. ба ҳамин хотир иншоалло ҳаракат кунем ки ҳаққмонро талаб кунем, гуҷоида ки набошем, натарсем. ҳамин як ҷоне ки дорем таваккалш ба худо, аммо хоҳаракҳо модаракҳои худмонро наҷот диҳем ки дигар муҳоҷир нашаванд, дигар ин қадар азобу заҳмат накашанд. мо ҳамамон медонем ки дар муҳоҷират роҳат нест.
аму занака ай сар то бега пол мешакан, ай сар то бега дар фабрикаҳо кор мекунанд. ҳамаш аъзо ва иншоалло бачакҳо миёнашона банданд. Худованд ғайрату шуҷоат кунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. و علیکم سلام. خب بله، جان سخن بود، محتوا داشت سخن. وقتی زن مهاجر می شود، با نام مهاجر نفر خیلی باز در نوبت ایستادند و با نام التماس بردار عجب تخلص گرفته برآمدند. خب اکثریت زنها برای توی دبدبه ناگنی از ناعلاجی مهاجرت می کنند. گفتن نوشتند درست است، من هم طرفدارم از ناعلاجی. همان توی عادیانگ را هم کرده نمی توانند. از خاطر نمی برارم سالهای 2013-14 هم بود صاحبکار یک آسایشگاه کشاد و خیلی از کودکانی که پسرچه هایی که مکتب خوان شدند اما تا مکتب خواندن توی سنتیشان نکرده بود، اینها را جمع کرده یک توی عمومی داده بود، از حساب خودش توی کرده داده بود. این خیلی حالت ها هم می شود. دبدبه را نمی خواهند اما در خط علاقه و شاید هر طور می پایوندیم. خب السلام علیکم اپا اسلامی ما از رحمت که ما شما را میبینیم میگیم اپای مادر اسلامی ما باور کنید سخنهای بهترین گفته. من برای مهاجر زن چرا مهاجر میشود؟ زن امروز در جامعه تاجیکستان حکومت همه کردگیه که آزادی زنان میگه یا یگان چی میگه. اصلا توبتی و همه چی بینی زن آزاد نیست در تاجیکستان. ببینید زن اگر آزاد باشه از در میبرویه میترسه، یکی یگان پلیس از سرم یگان مال من نگیره. همین خودش زن برای یک حاجت میروه یا مقصد یک جای دولتی میروه، زن میترسه نمیتونه رفته. زن میخواد در یک جا کار بکنه با چیز شرایطی، مقصد چون مسلمان است میخواد نمازش بخونه، میخواد رومال شکنه، نه رومال تکنی بره در خانه یا بره افغانستان در زندگی که. این یکمین مشکلی همه مادرای ما های. انا بعد اگر که حقوق زن حقوق می داشت ایره جاری نمیکردن، چون حکومت ما نداریم امروز. ما فقط یک چی گویم، یک ریکت گویم، همه قد تمام یک، چون گفتن که امام علی رحمان، من و پریزیدنت نمیدونم، من همه رحمان میدونم، گفت که بچم تو گشنه نیستی، من برای همه قطره دایی وظیفه تعیین کردم. اگر تو گشنه نمیشدی تا ایجاره تا بچه تو تا دختر تو تا همه تا نمی آوردی نمیموندی. اگر گشنه نمیشدی با میموندی که یک با کلا فکر میکرد در 3 سال در وطن ما یگان تغییرات نه برای زن شد، نه برای مرد شد، نه برای مهاجر شد، نه برای کودک شد، یگان قانون نه برای خدمت، نه برای یگان چی نشده. مشکلی بالای مشکلی شد. من میدونم که مادر میامد امروز از مادر چند دخترش اومدن بچه‌هاش اوس بسن، چند دخترش اومدن مهاجرت داره. او روز در کتاب خونده است پاچه‌هاش دراز کردگی زنه که مادر بیچاره تاجیک پولی ویا میشکه، خانه ویا میروه، برفی ویا شبها میخزه، برفی ویا میروه. امام علی رحمان گوشتی کوگو گوشتی چی خورده 6 تا تمام اینو چیکار. وقتی که رحمانم نبرویه با مردم صحبت نکنه، رحمانم نبرویه با مردم چه مشکلی داره نگه، فقط شعر بگن، فقط یک رباعیات بگن. ما رحمانم فا انتخاب نکرده بودیم که برای رباعیات گفتن، ما رحمانم فا انتخاب نکردیم که مادرای ما را امروز مهاجر کنن در عدلای ملیسه خواه روان و در چیای ملیسه خواه روان، اونا را دشنام بتین، اونا را بزنن. ما این انتخاب نکردیم. رحمانو فراموش کرد که نان ملت خورده است. رحمانو فراموش کرد که ملت او را نان داده است. او یک خدمتگار تاین، او پیشوا که او پیشوا اول رحمان بود، با امام علی رحمان شد، با امام علی شریف شد، با جنابی علی شد، با محترم پیشوای ملت و پیشوای معظم ملت. او کی است خودش؟ و همین مثل من آدم است چخیلی که من یا پاسپورت دارم یا شهروند هستم، همین رحمانم فهم همین است. ما حکومت نداریم امروز. اگر حکومت نداشتیم
در یک سمالیات 300 نفر بیاید 50 تاش زنه برای چی میبیاین اونو؟ مادر تاجیک زیبش همون خانه رفتن و اوقات کردن است. مادر تاجیک زیبش در مگزینای اروسا تو شوه مگزین رفتن نیست، در خانه هاشون تو شوه خانه رفتن نیست. مادرای ما زیبی نماز خواندن دارن. درست میگوید و خیلی پرتاثیر هم بود حرفایتان. من جانبدار هستم. من هم نمیخواهم زنی تاجیک روی بر مهاجرت بیارد تا بریده نان پیدا کند و کودکانش گرسنه نمانند. ببینید در وطن عزیز قدر و قیمت می داشتند، در وطن عزیز کار و فعالیت می داشتند، از پی فرزندان تربیهشان بودند. مادران تاجیک امروز توی فرزندانشان را نمی بینند. دختر شوهر می دهند، کلین می کنند، توی نمی بینند. اولا از جهت شروع کرونا رفتن می توانند، دیگر اگر رفته آیند آن رهگیرا خودش پول یک توی می شود، پول یک بخچه دختر می شود. درست گفتید. اپا ببینید همین مادرای ما اگر پیش مثال می اومدن و یک سال می استادن، ببینید که همونو بیچاره حرکت کردن، گفتن یک سال نبود 2 سال بیستن، ببینید که یک برابر دیگه با بلیت قیمت کردن. اگر گوان 3 برابر قیمت میگن، اگر گوان 4 سال میستیم 4 برابر. برای اونا مشکلی نیست. مادر ببینید اگر در دکتر کار کنه، بازی از دکترا ما نرنجیم، از هیچ کن نرنجیم، چون از همین لایه اگر از همون سرچشمش لایقه کنی تو پایان لایقه میره. او ببینه مادرم میگه 300 سومون میتیش اویلیک، خیلی او بیچاره چیکار کنه؟ اینا 300 وقتی که پورا گرفتن دیگر اون همین دل سیاه میشه. با همین دین مبین اسلام وقتی که گناه بسیار شدن گرفت دیگر دل سیاه میشه، دیگر پروا نمیکنه این حرام است یا حلال، چون اونها هم دیگر راه ندارن. وقتی که 300 سومان میگیرن، همون 300 سومان میگیرن با دیرکتر پول خیلی، پول وای، پول این، پول وای، همه خیلی قدی همه اویلی که میدادگیشون میگیرن. بیچاره چیکار میکنه؟ فقط همون بله استاد با او دخترم ظلم میشه، ظالم میشه. وقتی که دا یک کاری که یک ظالم اگر ایکم سر نه، همین رحمان ظالمی را ایکم سر کرد، استاد ببینه ظالمیش به کجا رسید. بله درست میگوید. اما چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد. یگان پادشاه ظالم ابدی نماند. فرعون هم وفات کرد، هر چند سال یعنی زیاد عمر دیده باشد هم وفات کرد. اولا میخواستیم هر نفر هدایت یافته باشد، هر نفر پشیمان شده باشد، میداند او یا شاید نمیداند. بابت آن که گفتید اول نام و نسب بود، دیگر نام و نسب تخلص شد، دیگر مرتبه و منزل های بلند داده شدند. امروز برای یک خود نام رحمانوف را گرفتن باید چندین عبارت در آغاز، چندین عبارت در پشت نام گرفته باشه. یک فیلسوف بود، سینیلنیکوف، کتابایش را میخوندم. او گفته است که هر قدر وظیفه انسان، قدریت انسان پایان شود، همان قدر نامش دراز میشود. معذرت میخواهم. مثلا یک عادی ترین رئیس کمیسیون تطبیق زبان نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری کانی بادام گویم. من بر عزت نفسی کسی نمیرسم. نام وظیفه را بینید: رئیس کمیسیون تطبیق زبان نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دیگر، فرخار مثلا دیگر. خیلی دور و دراز است. کوتاه‌تر کرده یعنی کی است او؟ هر قدر نام وظیفه دراز شود، همان قدر قدر وظیفه پایان می شود. این گفته من نیست، گفته یک فیلسوف آوردم. مادر ببینه در بعض دولت ها همون جای پارلمانش مثل اغلخانه است، لیکن قانونش همه پیشه. ما امروز پارلمان کلان در چند میلیارد دلار یا چند میلیون دلار می سازند. مثال ببینه نکیم دوجه فقط ایقا گوسپند شتگی باشه، ببینه همه ایقا گوسپند چی دیا اغل بدراره، چی دیا اما پارلمان چی فرقیت نمیکنه. اینو
ما میخوایم که بگذار اگر در بیرون اما دپوتاتای ما در بیرون بشینن و لیکن برای ما قانونی برای به منفعت ما بکنن. ببینه رحمان میره بین زمینو میره یا چول بیابان میره یا دشت چی میره اما میبخشد در تای پشت قالی نه. لیکن یک پرزیدنت میبینه که 100 برابر ای تاجیکستان دولتش کلانه با موزه میره با پای لای میره بیچاره با چی عذابا میره. همو دهقانه که درست بله همو دهقانه که همو زمینش اگر همو قفایده بگه همو که در پای تای پای رحمان و قولین چی میکنن باور کنه 10 سالگی هم دهقان در همو زمین کار کنن همین از خود نمیبرورن. درست بله همین پاش در همو زمین میرسه دیگه 10 ساله ها در اونجا حاصل شروع نمیشه. من همین که گفتنیم اول گفتنیم که ببینید روزی همین ایزد امان با گفتن سیزاده من یک چی گفتنیم برای خونه ایزد امان ببینن یک کم تر پستر برای خونه اولاد امام علی ببینن. یکم ایزد امان زیبی مردم اداره کردن داره رحمان زیبی همو سیزا داره همو بهوده نگفتن که توق زرین رو در گردن خر میبینم باور کنید یک معجزه است که این چیزا برای ما پیشکی گفتن. انا همه در همه جو چه همه دختر و اولاد و چه پرزیدنت ایزد امان زیب پرزیدنتی داره. انشالله ایزد امان آزاد میشه جای ایزد امان سیزار رحمان میگیره. انشالله ما پرزیدنت نداریم. شخصا من شهروند جمهوری تاجیکستان من پرزیدنت ندارم. همین که گفتنیم که خداوند کریم کسی که ملت من عذاب میته خدا فلجش کنه. کسی که ملت من غریب میکنه خدا غریبش کنه. کسی که فرزند ملت من اگر عذاب میته و زندان میکنه یا میکشه پروردگار کریم از فرزندش همین خیلی ببینه همین عذاب ببینه. خب بالای احساس خیلی حرف زدن. خب برادر ما شما را میفهمیم یادادر هستن تشکر. نه حاجت بخشش پرسیدن نیست حرف نادرست نبود. آزادی سخن برای همه کفالت داده می شود. همه حقوق دارد که نظرش را ابراز کند و منبری سخن هم باید آزاد باشد. بسیار تشکر میگم دادر. هنگامی که درباره رهبران دولت‌های ابرقدرت میگفتید که همین پارلمانش یک عاقل برین محبت شد اندکی، اما من مثال میارم بر همین سخنتان. رئیس جمهوری اوروگوئه خوسه موهیکا کشور اوروگوئه همراه مادرش در منزل اجاره زندگی میکند. اجاره می رئیس جمهور و او در همین تاریخ همچون پرزیدنت کمبغل‌ترین دنیا شناخته شده است. اما خود پرزیدنت در این باره میگوید که مرا کمبغل‌ترین گفتند اما من هرگز کمبغل نبودم. کمبغل همانهایی هستند که یک عمر سر کرسی برای خوردن نشستند، خوردن، بردن، میبرند اما حالا هم سیر نشدند. آنها کمبغل‌تر هستند. او همراه مادرش زندگی میکند. خوسه موهیکا همراه مادرش در اجاره زندگی میکند و اگر زن و فرزند داشت شاید برای بانی آنها معاشش نمیرسید. رسا 50% معاش او بر حساب یتیم خانه ها، خانه کودکان گذرانده می شود و 50%ش را برای روز گذرانیدن استفاده میبرد. این پرزیدنت است و نامش در تاریخ با نیکی میماند. خوسه موهیکا من شناختم، دیگران هم شناسند که یک حلال خوره هست، یک راهبر زیبه هست. اینجا در نوبت کی بودند؟ التماس بردار نوشته یا بهادر بودند؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم مادر سلام. عزیز سلام علیکم یا باری دیگه. من گفتنی هستم که همه میتینگ میکنن این همه چیز میکنیم، همه گروپ های هستن، همه گپ میزنن نشاطی همه تاجیکستان، نشاط سطر ریش مادر رو همه گپ میزنن. همه گپ زدن برای چه عمل نیست. من همه را گفتم پرسم مادر جان. انا همین گپ تکانه بر عمل کردن است.
همین گفتن ها یک روز کار میکند و عمل میکنند مردم. درست میگویید، این عیب خود ماست که آخه یا بالای بورا مادر جان ما بخشش پیش گپ ده بخشش کلان یا بورا جزیر شیرست از مادر جان یا بورا اگر گپم بزه بد باشه اگر چی باشه بخشش کن یا بورا حرام شدستند دخترامون در توا جزیر شدستند سبحان الله یا بورا مادرامون یک کارای کردستند ما سخن میکنیم مادر خب که بچم خب که بچم سبحان الله من نمیدانم برای چیز ما را همون خط روز یک چیز تماشا کردم پیشوای ملت اساسگزار ملت اینمی ای الله بزرگ این چی پیشوای ملت پیغمبر ما معلم داریم نخواهیم نکنیم همین چیزمون من نمیدونم مادر جان به خدا قسم 6-7 سال شده دم مادر ما ندیدم الله شاهده نرفتم اونجا رفتنی هم نیست شاهد است الله بله خدا شاهد است از حال همه ما. من همدردم دادر جان، مادر ندیدن در فراق مادر آب دیده ریختن سوزناک است. من این را درک میکنم و فرزندان ما هم عین حال در همین حالت هستند. برای زنگتان تشکر میگویم و برای یک سخنتان جواب گفتنی هستم. گفته چرا عمل نمی کنند؟ درست میگوید، ما عمل نکردیم و به همین حالت گرفتار شدیم و ما سر خم کردیم و کوفتن گرفتن. گفتیم که سری خم را خنجر نمی برد، سر خم کردیم می برد، خنجر سری خم را هم می برد. آنها خنجر را چنین گذاشته که سری خم را هم می برد. درست است. و یکی از عامل های همین وقت زن مهاجر می شود 47% زنها در دنیا امروز مهاجرت 47% زنها تشکیل می کنند. از کشورهای ابرقدرت هم زنها بر مهاجرت می روند. مثلا از کشورهای سابق شوروی، اوکراین، بلاروس و لیتوا، لاتویا، استونیا، از اینجاها می روند بر آلمان و بر دیگر کشورهای مترقی تر. آنها موافق تخصصشان کار کردن می روند یا خود به سیاحت می روند، معقول می شود بر کار می مانند. چرا؟ این زنها سواد دارند، هم سواد حقوقی دارند، خود را حمایت کرده می توانند، هم زبان می دانند. ما را با یک جمله نادرست و خیلی بی‌زیب از کودکی من بسیار گفتند زن خوانده چی می شود؟ زن کوچه برآمده چی می شود؟ خانه نشیند. و باز یک بیت فردوسی را پیوسته می گویند زنان را همین بس بود یک هنر، نشینند و زاید شیران نر. و قریب پیامبر میگیرند فردوسی را. نه، زن هم انسان است. از نظر حقوق نگری هم هر دو برابر است. زن بیچاره یک، زن ضعیفه، زن نازک، زن دیگر و دیگر نه. زن هم انسان است. وای هم باید سوادناک باشد، وای هم باید فهمد، درک کند. و غیر از در مهاجرت رنج بردنش، در خیلی از خانواده ها کلین ها هم در همین حالت هستند. خشونت خانوادگی خیلی بسیار میبینند زنها. و در یک برنامه برنده ما گفتند که سببگار اساسی در خشونت خانوادگی خود کلین است، خود مظلوم است. چرا؟ وای امکان داد که ظلم کنند بالای سرش. و زنان هم در مهاجرت شاید همین حالت را بر سر دارند. زبان درست نمیدانند، کاردان نیستند، کسب کاری معین ندارند، دیپلم که احیانشان دارند. انا همین طور. خب با حرف گفتنی داشته باشند مرحمت. مادر جان راستی گپ میبینم الله شاهده میبینم من نمیدانم دیگه چی بگم. همه گپ هم میگن نکی کو نمیدانم چی بگم. عمل نیست. ما این همه را رفتشن همه میبریم. آخه عمل کردن در کارای کو نخوا یک آدم ای چی برآوردن نتونیم. یک آدم 2 میلیون 12 میلیونیم 9 میلیونیم چند میلیونی هستیم. یک آدم ما نمیتونیم یک کرسی برآوردن. یک آدم 9 میلیون در گجا و یک آدم در گجا 9 میلیون این حال 2 میلیونش در هجرت باشند. بله 7 9 میلیون دیگه در همون جاهای 9 میلیون فقط گشنه تشنه همه چی هستن. نیکی با میگن که ما اینه میخواییم، ما ایتا میخواییم، با همون گپ همون کار. سبحان الله. بله میفهمم شما را.
یک افسانه بود در کودکی میخوندیم درباره یک شلغمی که خیلی بزرگ بود، ریشه دوانده بود. اول بابا خیلی کوشش کرد، بعد بیبی را جیغ زد، بعد نبیره را، نوبت سگ هم رسید، نیاز بر گربه هم پیدا شد، اما قوه یک موشک خردک کفایه بود که آن را از جای برکنند. یک کوشش کردیم، دیگر کوشش کردیم، این شلغم کلان بزرگ را برای دور کردن. بسیار درباره شلغم نمیگویم، باز نشود که امسال عید شلغم کنند و همه را بر شلغم کاری مجبور کنند و این سبزوات کم است در تاجیکستان. خب سری موضوع برمیگردیم. بسیار مادر عزیز، یگان گپی خطا گفته باشم، یگان چیزی بزه گفته باشم، بخشش کلام مادر، هزار رحمت کلام. الله نگهبان تو باشن، صف تونه الله بزرگ زیادتر گردونه. بسیار تشکر دارم. اشتباه ما هم میکنیم، به اشتباه کسی نمیتواند حرف زند، چون که بنده خطاکار میشود. نفر دیگر نوبتی کی بود که با ما گفتگو کنند؟ سلام علیکم. خب و علیکم سلام، مرحمت، حرف زنید. افاجان رحمت کلام برای همه ایمینه، برای همه مادرها برآمد که سین هزار رحمت افاجان نکی ایجاد برای زنای ما مهاجر میشه. افا سبب مهاجرت زنا را بگم. یک تکستیل یک زواد و فابریکه باشد، رحمانوف در $60,000 تکستیل قرغن فروخت بختره در نصرت به ترکیه. همه او زواد و فابریکه را او نصرت به ترکیه گرفت به خاک یکسان کرد. در او تکستیل 2000-3000 آدم وقتی سرویز کار میکرد، 200-300 آدم دیگه. زوادای تر در درین تاجیکستان تر تکستیل 1000 تومن، میلیون تومن. ایروی نمی رحمان فایری. بله، خصوصا معدن در چنین حال هستند. ایروی نفسی حرام شپجان رحمانوف در یک تنگه نوچیز زواد فابریکه را گرفت، در یک گودامای نوکس فروخت. او تکنولوژی دیگه در ما یافت نمیشه. وقتی که وقت سویت ساز همه او را برآورد در ما داد، خودش رسپت چید، همه او چیزا ماندن. نکی این رحمانوف گرفت همه چیزا به خاک یکسان کرد. نیمچه گرفت متالالوم در فروخت، در کیتای داد، همه او چیز به خاک یکسان شد. برای نمو اکثریت مهاجرای ما، زنای ما ایمینه برای هم میشه. ما برای مردکان نمیگم، برای که مردای ما اینجا در گناهگار هستن. همینی که در یک ایرپورت آمد یک کارگری که نوکس ای رحمان فروزی شما همه او ها میگه، ما دیگه نمیدونم مردا را چی بگم. ایتاری مردایی که یک مو در اونجا گشنه میسن، در بالای گازونا خواب میکنن، نه ای رحمان میگه ما روزیم با کدام سبب روزی شما. مرد به امتای رحمان فی نوکس که یک حیات خلق مرا غلام کرد در دیگه دولتو، خلق مرا چور کرد، خلق مرا خور زور کرد. نکی خداوند همه زنا را مثل شما مادر عزیز اوج چی باشه که هم یک کردن همه خلق ویدار کنه. هزار رحمت به پدر مادر تون که این مینا برای زنا بسیار گپ زنین. اپجان این مینا برای مادرها بسیار گپ زنین که مادرها در روسیه به حد عذاب بسیار میکشن. ما در همه منطقه امی روسیه میگردم میبینم عذاب این زن مادر تاجیک کو دیگه دل تمام دنیا خنک میشه که تو چی درجه مردکو ما نامرد شدن که ای پشتی زن، ای پشتی وطن، ای پشتی ملت یک میده دفاع نمیکنن. رحمان فیچ که نیست. رحمان یک دست میمونه برای ما. او بعد اپجان با ما میگم که یک نوکس نامردایی که زوانید میکن هم وقت مثال مرا کارگرای ارگان اوگراجات میکن، متر تاری میکن من بنام یالو یگام تد نمیترسم. یک دفعه مدام یک دفعه میرم نکی خداوند همه مردا را تا چهره روش ببرورا که این مینا بازی تی ذاتی نامرد نوکس چی کنه گپ زنه. نترسین برادرو. رحمانوف امروز است پگا میرن که اما آدمایی که بر ملت ما ظلم و ظلم میکنه که او یک حیات بعد رنگ ما در مهاجرت عذاب میکشن کنه، اما مثل ما عذاب میکشن میگن که او بابه که این ملت عذاب میکشه. این نفرت داشته بر رحمانوف که تو چی درجه اوج پیشوای ما اون نیست. پیشوای ما محمد صلی الله علیه و سلم است. او پیشوا خچنن یک طور موی محمد، یک طور موی عزت همون نمیشه. ولی محمد صلی الله علیه و سلم یعنی مونه یک طور موی عزت همون نمیشه، یک طور موی مبارزه نمیشه.
رحمانوف یه حیات 30 سال غارت کرد. اپا جان 1000 رحمت به پدر و مادرتون اپا جان. ببخش که بسیار گردم احساساتی ما کمتر. یکی من همین میگم که خداوند همه ملت ما را بیدار کنه. بعضی دین نامرد، بعضی دین پلیدی که این ملت ما را خورد داده، این ملت ما را در همه دولت اوج غلام کرد، بعضی دی بزنه مبارزه بکنیم که همون سربازای وطن پشت ما هست، همون کارگر ارگان پشت ما هست. ما بخیزیم یگان میده و نمیخیزن پشت رحمانوف. میدونن که ده زغارتگر رحمانوف پدولا و خونه در رحمانوف براب نه خونه در مبارزه را ببینه با چی سکه و صورت های. نه که خداوند اپا جان همه برادرها را ویدار کنه و دایره اوج مستحکم باشه، بعد ما مبارزه مون میبریم. تا ما اگر خودمون مستحکم نکنیم کو یا تبعیت رنگ عزت همون قبیل بورکش دیگر را میبره میکشه، نمتر یک بربر میگره نابود میکنه عزت پلید. بله برادر. خب ما هم بالای احساس خیلی حرف میزنیم، ما هم احساسی هستیم چون که دلمان بر مادر، بر وطن مادر است میسوزد، بر هموطنان عزیزه که امروز چقدر عالمان، چقدر شاعران، چقدر بزرگان، چقدر اهل تمیز و فهم در هجرت هستند و فرار مغزها ادامه دارد، باز میسوزیم. به همین خاطر هم یک رجوع میکند احساس در وجود انسان. میدانید همین دل انسان یک حدیث است در وجود شما. حضرت پیامبر درود بر آنشان میفرمایند در وجودتان عضوی است که بیماری وجود است و سالمی او سالمی وجود است. سالمی بیماری وجودتان وابسته بر همین عضو است. این حدیث است و امروز طبیبان دانشگاه های کالیفرنیا اثبات کردند که خاطره دل از خاطره مغز سر جداگانه است و چنانه از شما قبل از شما نفری گفت دل وقتی گناه میکند یک نقطه سیاه میشود، دو گناه میکند نقطه سیاه. دل که تماما سیاه شد دیگر خاطره وی محو شد. دیگر انسان وقتی نفسش خروج میکند و میخواهد کاری بده را یک پلیده را انجام دهد، دیگر دل سر نمیبردارد، نمیگوید این کار را نکن. دیگر وجدان هم در همان سیاهی نقطه های گناه پنهان میشود، گم میشود، میمیرد. انا همین خیلی است. دیگر علاقه بین دل و مغز سر کنده میشود. در همین خیلی حالت قرار میگیرد وجود انسان و او یک رابط میشود، یک رابطی که پیوسته باید گناه کند. این البته فکری کمینه است، شاید فکری دیگران دیگرگون هم باشد. تشکر برای زنگتان. یکی اپا جان اپا جان همی خما گفتنیم که های نکی میبینی عذاب زن مادر توجیکا کو دیگه یگان میده در درین وجود یک میده چیزی آدم گرد داشته باشه کو شیری آدم خوردگی باشه دیگه نمیتونی خطا قپیده. تو چی درجه ما این قضا میکشیم با ما در وطن خودمون خوین، در وطن خودمون ما خوین زمانین میکنیم ما هم هستیم، ما رو هم میگویند یک خیل نامرد ناکساش با ایجا زمانین میکن وطن آباده شما برای پیشوای ما را پس میزنین، این رحمان و پس میزنین. گفته آخه میگم برادرها شما یاد عذاب خلق ببینین در جا خطون میدونین که رحمان و همه دزدی غورتگری کیسه. میگه خیلی همتری میگه زورتون میرسه با نتری گپو میگه زورتون میرسه بیاین میگه با اجاره. نامردا نه گپو را میگن که دیگه نمیدونین چی بگوی. نه که ما همین خطای ما پجان برای ما که امی چی کاری که هم کارتو نمیگیری، امی چی جاو کردی جاو میگیری، خوبی کردی خوبی میگیری. یک کار کن در فکر خلق باشه پشتی رحمان نرین که شما را در دوزخ در علو تیلا میکنه، در غار تیلا میکنه. از مکافات عمل غافل نشو، گندم از گندم بیروید جو ز جو. اما پیشگویی کردن در اسلام گناه هست، اما یک چیز را گفته گذارم که اگر خودی پگاه رئیس جمهور نو شود یکم سر کرده بر وصف همین رئیس جمهور همان فابریکه جواب تعریف نامه می نویسند، یکم تخلص و نام و نسب های بالاخانه‌دار رو همون فابریکه جواب میگویند، همون اوانگردک ها میگویند
باز هم همه چاپلوسان چند باره که چاپلوسی را برمیگردانند رئیس جمهوری نو را تعریف میکند و اگر گناه های رئیس جمهوری پیشین داشته باشد باز هم اول همه چاپلوسان گفته میگذارند گناه ها را. این یک عده مردم هستند. وقتی مردم هنر دارد از دستش هنر میآید، هنرش را استفاده برده نان میخورد و وقتی هنر ندارد یگان نفر را تعریف کرده نان میخورد. این یک کسبشان است. به همین خاطر از آنها خفه هم نمیشویم و غمگین هم نمیشویم. اپا جان یک گپ دیگه امی پیش اپا جان یک گپ دیگه امی درن یوانگارو ده هزار آمد به هم پدر مادر هم یا خیلی امی درن یوانگار دنی هست آدمای پشت خال میگن که برادرو ما در قطعی شما همین وقتی که همین جنایتکارایی که ما در درن یا نگاه داریم کامش چی کارو کسان کو ما وقت ساعت شد همه یارا در بالای استال میمونه که جنایت کاگه پروتیف خال اما درن دنی هست برادران که ای پشت خالقه. اپا جون خدا نگهبانتون باشه که دیگه بسیار بچی نکنم. اگر یگان گپی خطا زد باشم بخشش اپا جون اوزار معذرت اگر خطا گفته باشم. تشکر. همینجا یک پیامک گواری با اگه لیمان چی گفته یک نام عجایب با خودشان گذاشتن. تاریخ گواه هست چون شیران ملت کشته و پس پنجره شوند و کروپسی بین ملت رشد کند. ملت اول به غلامی بعد به نیستی می رود. درست در تاریخ این حالت ها بسیار بود، حالا هم هست. متاسفانه واقعا درباره تاریخ حرفی گفتنی دارم. انا در همین حالت از امکانیت استفاده برده هر مورخ هر یک نکته همین هر یک حوادث در همین دور زمان شده گذشته ایستاده را می نویسد. شاید تاریخ نگار بهترین دوران، شاید مکافات نوبل هم گرفته تواند. عین حال همین حالتی وطن را هر یک نکته را نوشتن خیلی یک امکانیت خوب برای مورخان است. خب از موضوع به فکر من هم خیلی دور رفتم. وقتا زن مهاجر می شود، وقتا زن مهاجر می شود، چراغ خانه کم نور می شود، فرزندان غمگین می شوند در یاد مادر. واقعا بودن مادر در خاندان یک برکت دیگر، فیض دیگر دارد. همین پدرها هم از کوچه می درآیند، اول نام فرزند دوست داشتنیشان را هم نمیگیرند. آچت کنی میگویند، مادرت کنی، چون که در خانه بودن زن یک برکت دیگرگونه دارد. الها یگان مادر مهاجر نشود و یگان فرزند در فراق مادر با سوز و گداز آب دیده نریزد. گفته تمنا میکنم. خب تشکر. و اگر نفر دیگر در خط علاقه نباشند موضوع را ادامه میدهیم. همینطور موضوع را ادامه میدهیم. وقت زن مهاجر می شود، عامل های اساسی مهاجر شوی زن چیست؟ و امروز که در تمام دنیا مهاجرت زنها هست، فایز خیلی خردترین این مهاجرت را زنهای تشکیل میکنند که جهت سیاسی برآمدن از برای دفاع از آزادی از ارزش های دینیشان. اما هستند زنهایی که آزادی سخن را خواستند برآمدند. روزنامه‌نگاران فرار کرده از وطن هم خیلی بسیار هستند، اما این همه را در یک جای که فایز کم را تشکیل میکنند. زنهایی که همراه همسرانشان برآمده رفتند چون همسرشان دیگر در وطن بودن معنای در وطن بودن را پیدا نکرد، همراه همسرانشان رفتند. و ایده دیگر از روی دیگر ناعلاجی، از روی تماما به پشت و پناه و به مادیات ماندن، تامینات مادی برآمده رفتند. پیام ها هنوز جواب به سوال من ننوشتند. کدام حالت را کودک از همه بیشتر اجرا میکند، کدام کار را؟ من چرا همین سوال را امروز غیر موضوع برنامه گذاشتم؟ چون که امروز روز کودکان است. فراموش نکنید همین روز بین المللی محافظت کودکان است. نفر بیایید سخن حق را گوییم. ما مهاجر نیستیم، ما غلام دو سیستم دیکتاتوری هستیم. فرق بین مهاجر و غلام از زمین تا آسمان است. نوشتن دو سیستم دیکتاتوری واقعا جا دارد. چرا دو سیستم گفتند؟ یکی سیستم خودمان را در نظر داشته باشند، یکی برادر تاجیکستان برادر کلانیش را در نظر دارند. یک حرف جالب.
کلانترین شهر غریبی است روسیه، کلانترین کشوری که در دنیا از همه کلانترین کشور، اما گاه زنهای مهاجر انا در همین کشور کلانترین دنیا هوا نمی رسد که نفس گیرند، دوست پیدا نمی کنند در کشور کلانترین دنیا که تسکینشان دهد و همین آب دیده که در گلویشان بند شده است، تلخ شده است، کامشان را به درد آورده است، یک از تای دل دوستشان را به آغوش گرفته گریه کنند، هرچند کلانترین شهر غریبی است. واقعا ما من بعد در برنامه های دیگر هم تصمیم گرفتیم که شیرکی وابسته موضوع آماده کرده منتج میکنیم، تهیه میکنیم، با نوار به خاطر بلندتر برداشتن موضوعش تقدیم شما میگردانیم. گفتیم دو سیستم، گفته سیستم دیگر، سیستم روسیه را در نظر دارند. روسیه تاجیکستان بزرگتر است یا تاجیکستان روسیه خردتر است؟ این مضمون را درست درک کنید. در حقیقت روسیه هم سیستم دیکتاتوری دارد و بیش از این نیست هرگز. فرشته عمر بیکم سلام علیک نوشتن و من فقط پیام هایی که مضمون دارند از اینجا گرفته میخوانم. پس دیگرها بحث و مناظره بین هم دارند، استعفای کسی را میخواهند، کسی درباره سوزشواری معمول در تاجیکستان تپک چیزی نوشته است و این را هم از نظر میگذارانیم. سفری حکیموف نوشتن بسیار گفتنی های بسیار دارم اما پیوست شده نمیتوانم، 70 سال زیاد هست سال من و گپ های شما راست است نوشتن. اگر 70 سال زیاد عمر دارند و از اینترنت هنوزم استفاده برده و در شبکه‌های اجتماعی با هم پیوسته و گوش میکنند، این علاقه آفرینشان، آفرین. و یک نکته را هم باید گفته گذارم، وقتی که برنامه را آماده میکردم، همین برنامه را وقت زد مهاجر میشود، در یک چند گروه های شبکه اجتماعی فیسبوک نوشتم، از نفران پرسیدم که من برنامه دارم در همین موضوع افکارشان را بیان کنند. بسیاری از جوانان ما که نیمچه ملا هستند، نفچه ملا هستند یا یک دو سوره اذیت کردند، زن چرا روی منبر میبراید، ممکن نیست، این بود آن بود کردند. من اگر امروز این منبر را بند نمی کنم، نفر دیگر آمده بند میکند. چی فرق دارد که من میبرایم یا نفر دیگر؟ اینقدر راویان مجریان هستند در وطن که با لباس تماما زمانوی میبرایند، نفر کاردارشان نمیشود. اما عجب خصلت داریم که با یک روی مال عادیه که ملی برآمدن، مادرانه برآمدن، یگان اشکال ندارد، ضدیت نشان میدهند، چندین حدیث میارند، از کجا میابند اینقدر که نادرست هم آن را بیان میکنند. من هم مسلمانم دادرکانی عزیز و برخی حتی تهدید هم کردن که در برنامه شرمنده میکنیم برآمده که مقابل اسلام اینجا برآمده زن نباید براید. باز هم آوردید زن خوانده چی میشود، زن نباید براید. فراموش نکنید که ما 300 نفر رس و 300 نفر در تاریخ اسلام محدثه ها داریم که بر عالمان بزرگ درس حدیث دادند. کلانترین کتابخانه اولین را راهبر زن بود. کلانترین دانشگاه را هم فاطمه نام زن تأسیس داده بود، فراموش نکنید. و مریم استرلابی بود، یک نفر دانشمندی که تمام عمرش بر آموزش استرونومی علمهای کیهان بخشیده بود، فراموش نکنید. و این خیلی مثال ها خیلی زیادند که در یگان برنامه بابت الگوهای شایسته گفته میگذاریم و هر یکی اینها را نامبر میکنیم. قهرمان زن کم نداریم، ما دانشمند زن کم نداریم و اگر مادر دانشمند نبود، اگر زن دانشمند نبود، فرزندان را با سواد، فرزندان را الگو تیار کرده نمیتونید، چون که جای پدر مرد همیشه بیرون از خانه است، زن اینها را تربیت میکند. دیگر اگر نفر حرفی گفتنی ندارد، شاید برنامه را پایان میپذیریم.
باز آمدن زی رفتن خورشید دور نیست، چون زندگی است دیده به دیدار میرسد. باز هم دیده به دیدار شما میرسد. باور دارم که موضوع دیگری برنامه هم جالب خواهد بود. هنوز انتخاب نکردیم و اگر شما پیشنهاد کنید هم قبول میکنیم. یک چند نفر یک موضوع را انتخاب کرده پیشنهاد کنند. در برنامه های من بعد هم نوارهای شما را قبول میکنیم، تهیه میکنیم، میگذاریم به سمتون. در برنامه های دیگر هم البته موافق موضوع شرکه یا حادثه ثبت کرده تهیه کرده میگذاریم. فرصت پرقیمت خود را، وقت پرقیمت خود را، وقت عمر است، دوام این 1.5 ساعت با ما گذرانیدید، دریغ نداشتید. خیلی منت دارستیم. قیمتترین چیز این عمر است، این زندگی است که از نو با کلانترین پول هم دریافتن نمی شود. برای همین هم بسیار تشکر میگویم بر نفرانی که اشتراک کردند در برنامه و بر نفرانی که باز هم عمرشان را گذرانیده تماشا کردند. ای مردم بیدار، پناهت به خدا، تا دیدن دیدار پناهت به خدا. کودکان عزیز را بار دیگر عیدشان مبارک باشد میگویم، روز محافظت کودکان. و به سوالم خودم جواب میدهم. از همه بیشتر کودک کدام کار را اجرا میکند؟ میدانید بازی نه، خوراک نه، پوشاک نه. از همه بیشتر کودک کار را اجرا میکند که من میکنید. کاری که نکن میگوید انا همون کار را اجرا میکند. سوال منطقی بود. کار من شده را کودک از همه بسیار اجرا میکند. مثلا با دستش یک دسته قلم دهید، فلماستر دهید، گوید که در ابوی خاندان ننویس. چشمتان رو خطا میکند، رفته باز مینویسد. اگر خاطررسان نمیکردید و اونجا نمینویست. خب شما رو به پناه خدا میسپارم و خیر.